آسار علک میکنیم. بعد از اونش آب میزیم تو تشت. یعنی خواهده چی کنیم بریم زن نونو قشنگ تر بشه. پیر ندارم هیچی چاره، جوونی دی نمیبینم دوباره. ستاش معربه است، یکیشون یزدن نمت آباد میشیم. بعد نبینی درخت بعد نشون تو بعد نچینی. وقتی داشتم گله نمونه بود، تر رهبری بود تو جهات شربوه. اینو الان مثلا خمیر کنیم بذاریمشون اینجا، میریم سنگ و کرنو در میاریم، بعدش آتیش میکنیم، بعدش میریم خمیر چونه میکنیم. آتیش کردیم، آتیش کرنو داغ شده، حالا خمیر ترش زیاد شده، حالا میخوام نور چونه کنیم بزنیم داخل کرنو. من روستا دوست دارم. شهر که دیگه بر همونجا بشینی بری نون بازاری بگیری به بخوری ها. آتو خونه هم دیگه هیچ جا نبینی. ولی روستا درشه و باغ بره و در بره و خودت خمیر کن، خودت نون کن. یک کارا. منم بسم الله الرحمن الرحیم. تکن نون کرنو پز بودی زن. اصلا نه یک کمکی به من بگی. امیدش بخواه. نه برو. نه بزرگی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید خودت. حالا آجرش زیرش خوب شده لیلا. مادی ماست میخوری؟ نه. بخور. ماست هم بخور. دوست نداری؟